خداوند ببخشه. نگه زنم ما پولداریم که زن کنم برادر، از وجود خمسوستم زنم بگو. متوجه شدم. 1 کیلو گوشت شتر چند قیمتیه؟ اینقدر کله که پیش ما هست، خودی از کله چه کار میکنی؟ ساعت خود تیر میکنه میفروشین کلا. این کله رو به چند میدید؟ چی میفروشین؟ شلغم، زردک، انار، گلپی، سبزی، هر چی برابر یالا. هم 5000 چند میدین با من؟ 5000 به شما به 4 وایسا. یعنی 200 روپیه میارزم؟ نه ارزش که خیلی داریم. بیننده‌های عزیز سلام و وقت شما بخیر. با همکارم تصمیم گرفتم چون هوا سرد شده و لندی کوشی اونا شروع شده، آمدیم در ولسوالی گذره قریه کورد و گنجی را پیدا کردیم بریم ببینیم با هم که گوسفندا به چه قیمتیه، مردم چه قسم خرید و فروش میکنه و در این گنج چی فعالیت های میشه. با ما همراه باشیم. در قدم نخست بیننده‌های عزیز آمدیم در شلوغی گنج و طبقی که به تصویر میبینین تجمعی از مردم زیاده و همچنان گوسفند و مردم در حال خرید و فروشن و طبقی که پیشتر گفتم لندیکوشی در هرات وقتی هوا سرد میشه، خزان میشه، زمستان میشه، مردم زیادتر پشت گوسفند اینا میگردن تا بگیرن و بالاخره برای زمستان با خود گوشت لند جور کنن. ما آهسته آهسته میریم به تصویر میکشیم این صحنه را و ببینم یک عزیزی را پیدا بکنم که همراه ما و شما صحبت بکنه، ببینیم چی بازاریه، چه قسم خرید و فروش میشه. حتما یک کس را پیدا میکنم. ببینین انواع و اقسام گوسفندا در اینجا هست و افغانستان ما ماشاءالله هر چیزی در او هست و این فرهنگ خود ما بی نهایت دوست داریم. بریم ببینیم که چه کار میکنن و اینا از کی است تا یک نفر را خودشون پیدا کنم ببینم همراه ما مصاحبه میکنن یا نه. سلام، وقت بخیر. بخیر، سلامت. یانش موجود، سلامت. تشکر، بخیر باشین. فروشنده این؟ بله. چی میفروشین اینجا؟ گوسفند میفروشیم. گوسفند؟ از کجا هستین عزیز من؟ از این منطقه. از همینجا هستین؟ خیلی خوب. معمولا هر روز اینجا این یا نه روز خاص؟ هفته 2 روز اینجا. هفته 2 روز؟ پنجشنبه و دوشنبه. روزهای دوشنبه و پنجشنبه. بله. خیلی خوب. گوسفند برای مردم میفروشید؟ بله. بله. امروز از صبح تا چند تا گوسفند فروختیم؟ امروز 10 تا فروختیم. 10 تا گوسفند فروختیم. مشتریای شما از شهر اینا اومدن؟ بله از شهر. خیلی خوب. کجای گوسفندا شما؟ گوسفندا فلان بردم مشتری وزو بالا بردم. هم با طرفه؟ بله. بیننده عزیز گوسفندای برادر حتما به شما برنامه‌اش میگذارم. باشه من از اینا سوالای دارم ببینم که چگونه پاسخ میدن. در کل مردم گوسفندا را به خاطر من پیشتر اینجا عنوان دادم به خاطر لندی اینا میگیرن، درسته؟ فلان واسه لندی دیگه. بله. یا او تو مشتری هم دارین که مثلا چند تا گوسفند بخره ببره روی از اونا تجارت کنه، اونا را جمع کنه بزرگتر بسازه بفروشه. فلان که هست واسه لندی باز مثلا 2 ماه پیش که بودک میبردم جمع میکردم چاق میکردم میاردم پس دوباره ما میخریدیم پس دوباره قصابا و خونه ها کسایی که لندی میکرد میبردم خود لندی میکردم. معمولا شما این گوسفندا را از کجا میکنین؟ ما زیادتر از پشت زرغون میاریم. از خود پشت زرغون؟ خیلی خوب. خود یک کس قرارداد دارین؟ نه همینطور میریم بازار دیگه، از هر کس جای شده هر جا نصیب بود و قسمت بود. قیمتی ترین گوسفند شما چند قیمت داره؟ فعلا بله. از خود موازنه از هر کس که باشه. از شما موازنه امروز بدادیم به 10,000 گوسفند. یعنی قیمتی ترین گوسفند امروز به 10,000. امروز. بله. و پایین ترین قیمت به 7.5 داده. به 7.5. بله. خیلی خوب. فرض مثال ما 4,000 افغانی دارم. میتونم گوسفندی بخرم؟ خب خودتر کوچکتر میتونیم. بله. خیلی خوب. یک کس 20,000 افغانی داره میتونه گوسفندی بخره؟ 100%. در همین گنج هست؟ همین گنج هست. ولی شما ندارید. ما نداریم، همین همسایه معمولی. به نظر شما در گنج قیمت ترین گوسفند به چند فروخته شده امروز؟ امروز فروخته گونه شده میگه یک گوسفند هست 22,000 قیمت. 22,000. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز ما و شما میریم گوسفند میبینیم با هم، درست؟ با ما همراه باشید. همون قیمتی که گفتین 10,000 افغانی گوسفند قیمت داره، همون کدام گوسفنده؟ یکی بوده. این گوسفند بوده 10,000. بله. یک دونه او گوسفنده. 100 دونه همونجا گوه. و او 7,500 روپیه شما کدام؟ 7,500 سفیدا که اونجا بغل دیواله. خردترن، درست؟ بله اونا خردتر. گوسفند سفید هم هست چون گوشت گوسفند سفید گرونتر از این گوشت‌ها. خیلی خوب. معمولا اینا رو با کجا نگهداری میکنین شو؟ ما شو طبیعه داریم دیگه، خونه داریم. کجا؟ بمی کورد. نزدیکه؟ بله بمی کورد. خیلی خوب. خیلی خوب. ببینید عزیز گوسفندای برادر رو به تصویر کشیدیم.
گنج قرار 0 تا 100 رو به شما به نمایش بگذاریم، با ما همراه باشین. تشکر، بخیر باشین. قربان شما، بخیر باشین. السلام علیکم. سلام برادر، سلامتی. کیراستی؟ سلامتی. الحمدلله. قربان شما. اسم شریف؟ اسم شریف مولا سبحان. مولا سبحان. یعنی مولا هستین ها؟ مولا هستم ان شاء الله. یا شنگ مولا این چرا؟ شنگ مولا. خب صحیح شد. اینجا گوسفند میفروشین؟ بله. خیلی خوب. هرچندی سوال از یک دوستای دیگه هم پرسان کردم، فقط روزهای دوشنبه و پنجشنبه اینجا شما فعالیت دارید؟ بله، دوشنبه و پنجشنبه. بله. چند تا گوسفند داری کوکو؟ 10 تا داشتیم ما. خلاص شد؟ بله. نه 6 تا بفروختیم، 4 دونه دیگه هست. 4 دونه دیگه است؟ بله. خیلی خوب. یعنی صبح ساعت چند بیجا اومدین اینجا؟ صبح ساعت 6 بیک ما از خونه بیرون شدیم، واسه گوسفندا بیاریم تیر و بلگمرگی حساب کنیم گنده بشاروندیم. انا باز بعد از بیاوردیم به گنج. از کجا آمدین؟ از این کوت پیمله. خب از کجا هستین دقیق به اصل خو از رواسبچه ایم. رواسبچه. اصولی گذره رواسبچه. ولی خیلی خوب. قیمتی ترین گوسفند؟ قیمتی ترین از 15 میاد تا به 4000 هم پیدا میشه. شما کدوم دارین؟ ما همو 5000 ریال داریم. 5000 بله 5000 ریال. ما شما خودی هم پس جور میم نه؟ بله ان شاء الله. ما گوسفند بله جور میشیم. هم 5000 چند میدین با من؟ 5000 به شما به 4 وایسا. یعنی 200 روپیه میارزم؟ نه ارزش کو خیلی داریم، بس لازم که یعنی توان نمیکنین. توان نکنیم. بله. چند وقت میشه معمولا این کارو میکنین کاکا؟ تقریبا 15 سال شاید بشه. 15 سال میشه. بله. راه شغل ما چی داریه. بله. خیلی خوب. عایدات خوبه؟ خوب. این روزمره بگیر میایم ان شاء الله. اگه مرگ مرو نکنه. گوسفندا رو از کجا میگیریم شما؟ گوسفندا رو اکثریت ما از گنج پشت زرغون میستونیم میاره. مشتریای تو خاصی دارین که مشخص باشه که شما مشتری خود خورده؟ روزی که خدای پاک میده. ما خودمون میستونیم میاریم که به اصطلاح ببریم یک دوست رفیقی که شناسه به اونا بفروشیم. گوسفند یک 150 ما فایده دام. تا به اونا نمیرسه خداوند یکی دیگه با حواله میکنه. انا بعد از او خود از اینو سویدا میشه. بیننده‌های عزیز، تمامی اشخاصی که در اینجا حضور داره را قلباً دوست داره. چه پیامی داریم برشون؟ پیام امی دارم که محبت دوستی خیلی خوب کاری به هر سرزمینی که انسان باشه، به برادر خود غیر برادر هم ما و شما برادریم، یعنی به همه محبت دوستی خوب چیزی. با اون محبت بین با آغوش من. قربان شما. خیر باشید. همراهان عزیز، در گنج که میایی به سوژه‌های کاملا متفاوتی روبرو میشی. چون ما با گوسفندا اینا سر و کار داشتیم، ما یک چیز عجیبی اینجا دیدم که من فکر نکنم این گوسفند باشه و از اون پای معلومه که فکر کنم شتریه. در اینجا شتر هم کشته شده و فکر کنم گوشتای و حتما به اون طرف ما حتما میریم و تصویر میکشیم که این شتر چی رقم بوده و ویره مشتری داشته، مشتری دارن. ببینیم که گوشت شتر را به شما نشون بدیم، هرچند جسد را نشون دادیم. امیدوارم که تفلکای سنه را نبینن. باش ببینم کی هست اینجا. سلام، وقت بخیر. سلام. خوبین؟ ساعت خوب ان شاء الله. جان شما بخیر. سلام. شتر کشی منطقه شما نید؟ بله برو شتر. فقط شتر میکشین؟ شتر هم میکشن، گوسفند هم میکشن. خب یعنی شما همیشه اینجا شتر پیدا میکنین و میکشین یا نه اتفاقی میشه کدام وقتی؟ امی فصل زمستان معمولا اتفاقی گاهی وقتی میکشن تا بگیر میای میکشن. بله. خیلی خوب. شترها رو معمولا از کجا میگیرین؟ شترها رو از این منطقه میگیره. شترها از زلمند و از بادغیس میارن. اینجا میکشین، گوشت رو میفروشین؟ گوشت میفروشن. بله. 1 کیلو گوشت شتر چند قیمتیه؟ ما به 300 میدیم. به 300 افغانی؟ بله. و در کل تمام می پروسه کشتن و همه کارا به عهده شما؟ بله برو. بله. یک شتر شما به چند میخرین؟ شتر دیگه متفاوته دیگه، خرد داره، کلون داره، به هر قیمتی هست. مثلا از 50000 گرفته تا 60000 70000 شتر هست. پایین‌ترین قیمت یک شتر چنده؟ اگه تا جنگا خرد باشه به 30000 25000 35000 تا 40000 میخریم. جنگار میخریم. بله. مشتریای شما در کل از این خود منطقه یا نه شهر هم میاد؟ از اطراف هم میایم، از منطقه هم هست، از شهر از برزیبر هم میایم. بله. این گوشت معمولا به خاطر چی میگیرن به نظر شما؟ خیلی پرته میکنن. نه هدف اینه که میخوان لند کنن. نه لند هم میکنم و تازه خوری هم میخورم. تازه خوری هم؟ خیلی خوب. بر علاوه از اینکه شما شتر میکشین و گوشت شتر میفروشین، گوسفندای دیگر هم میخرین؟ داره. من گوسفند یلمگی هم داریم، بغزاله هم داریم. خیلی خوب. بیننده‌های عزیز، اینجا در واقع قصابی گنج درسته؟ ما در خود گنج که گوسفندا را زنده میفروشن، خرید و فروش میشه. در اینجا با قصابی هم روبرو شدیم که شتر میکشه و همچنان گوسفند میگیره و گوشت برای مشتریات توزیع میکنه. اگر اشتباه نکرده باشم درسته نه؟ پس شما اینجا خرید و فروش گوسفند برای مردم ندارین، بلکه شما به عنوان یک قصاب اینجا فعالیت؟ ما اینجا خرید و فروش نمیکنن، تنها کاری که میکنن گوسفند میکشن، گوشت میفروشن.
چند وقت میشه کار میکنید؟ تقریبا شاید که 8 سال 10 سال باشه. 10 سال. 10 سال میشه. خب به می گنجی کورت. به گنج هم اصلا قصبی هم داریم. بله. روزهای دوشنبه و پنجشنبه اینجا میاد. بله روز دوشنبه و پنجشنبه به گنج دیگه بقیه وقت با قصبی. یعنی بجز از روز دوشنبه و پنجشنبه اینجا فارغ هیچ کس نیست. نه اینجا کسی دیگه نیست. دیگه هر کس میره اینجا بازار این روزا گنج. بیننده‌های عزیز خیلی جالبه در کل هفته فقط 2 روز اختصاص میده مردم کلگی خبرن که به روز دوشنبه و پنجشنبه گنجی کورت اینجا هست فعال مردم میاین گوسفند میخرن و بر علاوه گوسفند دیگه فعالیت ها هم اینجا میشه نه اینجا حساب پیاز و کچلو و بابات هر چیز اینجا میارن روزا گنج به قیمت مناسب تر سودا میشه و گوسفند و مرغ و هر چیزی میارن خلاصه بسیار زیاد تشکر که امروز ما مصاحبه کردین کدام پیامی اگر ببیننده ها داشته باشید سلام و عرض ادب دارم خدمت دستندگان شما بینندگان محترم خلاصه ما اینجا هستیم و به خدمت شما هستیم بخیر باشین زنده باشین خیر یک بغل چهار برو شما مشکلی نیست بخیر باشین همراه ما باشین عزیزان همراهان عزیز در ادامه گنجی کورت در بخش دیگری گنج آمدیم که در اینجا فکر کنم خوراکی باب و نوشیدنی و نیت چیزای بسیار بیروبار مردم میخندن در حال خوردن و نوشیدن سودا معامله هستن بیاین ببینیم با هم ببینیم که چی فعالیت ها اینجا میشه سلام کوکو خوبین خیریته چطور هستین الحمدلله شما خوبین خیر چیکار میکنی کوکو گل همینجا غریبی میکنیم خیلی خوب چی میفروشین شلغم زردک انار گلپی سبزی هر چی برابر یالا فقط این روزای پنجشنبه و دوشنبه میجین بله دیگه روزا کجاین باز دیگه روزا ممرد نون حکومیم دیگه لالا اصطلاح وطنی رد کلاه حکومیم بله چند سودا کردی کوکو ممکن یک 15 ساعت سودا از صبح تا حالا بیشک ارزونه لالا شلغم زردک ارزونه لالا بیشک کوکو موفق باشین خدا حافظ شما همراه باشین بیننده‌های عزیز و دیدین که با یک کاکای روبرو شدیم و این با شلغم و زردک در گنجی کورت 1500 افغانی تو تا به ساعتی تقریبا 11 به جا میتونی درآمد داشته باشی وای خزین بیاین اینجا خب ببینیم که اینجا چی گپایه و چی فعالیت های دیگه میشه گنج دیگه با گنج با هر چیزی روبرو میشیم تخمک به اصطلاح واضح تر بگم تخمه سلام وقت بخیر وقت شما بخیر بخیریم هستین بخیر باشین بخیر باشین قربان شما بخیر باشین تخمه میفروشین درست یا بفرمایید میل کنید قربان شما تشکر لطف دارین چند وقت میشه این کار در گنج میکنین من تقریبا 12 سال میشه از صبح تا چند کار کردین معلوم نیست کسی خود نگاه نکردم یعنی کار خود کردین تقریبا خدا را شکر راضی هستین خدا را شکر خوش میگذره زنده باشین بله یا بخیر خیر باشین کدام پیامی اگه داشته باشین زنده باشیم همیشه موفق باشین همراه باشین بیننده‌های عزیز گنج کورت آدم‌های کورت نشین من بسیار زیاد خوشم آمد که از اون کوکای شلغم فروش و زردک فروش به یک چیزی متوجه شدم که من تا حال 1500 افغانی کار کردم باش ببینیم که در اینجا دیگه چی گپیه چی کار میشه یک کوکای همونجا روی سه چرخ ششتر در هر طرف همین بانجونا و به اصطلاح همین کچالو اینا نگاه میکنه حتما تجربه هم دارن خیلی زیاد من باش ببینم خودم گپ میزنن یا نه مقصد امیدوارم نزنم کاکا سلام آخ کاکای گلی من خوبین صحت خوب تیار هستین بخیرین صحتمند باش که من طرف کامera را جور کنم که بیننده ها ببینم تیار هستین کاکا جان اسم شما چیه کاکای گلی من نظر چونگلی
چونگری چونگری و روده. نام از اینا که هست ماشاءالله مگر بسیار زیاد پرکتس کنی تا بتونی این نام از اینا رو بگوی. کاکای گلم چند ساله هستین؟ 87. 87 ساله این؟ از کجا این کاکا جو؟ از میره با تربمدم. خیلی خوب. ششتن مزون جیلو که سرخ ما چونگره. خیلی خوب. با گنج کرد چه کار میکنین؟ نگردیم بخو. به من تو چکری آمدین؟ ها. ساعت شما تیره؟ ها شکر. در قدم آخر که میخواین برین چیز میزه نمیخرین؟ ما یک نفرم. خب بسته به زندگی خو یک نفر. زندگی خو یک نفرم. کسانی که تنهایی را دوست داره از کاکا بیاموزه. خب کاکا چطور که تنها ماندین بیسن؟ زن ازش فت کرده که من میگه که موندم. خداوند بخشد. نگه زنم من پول داریم که زن کنم برادر از وجود خمسوستم. زنم بگو متوجه شدم. شما در واقعیت بچه و تو چیزی هم ندارین؟ نه 8 پسرم دارم. ماشاءالله خداوند حفظ کنه کاکای گل من. کاکا به این گنج کرد کدام وقتی تجربه خریدن گوسفند داری؟ نه هیچ وقت نخریدی؟ از این گنج تا حال چیزی خریدی؟ خوردنی بابا خود بخورم دارم. خیلی خوب دیگه کاکا. زیادتر کار ندارم. هزاران در هزاران نفر شما رو میبینه. بله امید. کدام پیامی اگر بشه داشته باشین؟ پیام مامینه که خودم طلا ایمانی بده. خودم طلا برادر دنیا حل کنه. این پیام مامینه. بخیر باشین کاکای گل من. خودت تنها احساس نکن من کنارت. بیننده عزیز همراه ما باشین ادامه برنامه گنج کرد. در ادامه برنامه در مسیر رای گنج اینجا که هست گفتیم تمام چیز هست. ظروف خانه، گلاس، چاقو، کارت، تمام چیزهایی که در خانه لوازم خانه ضرورت است در این گنج باز هم هست و مردم روزهای دوشنبه و پنجشنبه اینجا میاین و حتما بر اساس نیاز مردم اینجا چیزی جور شده. سلام وقت بخیر. سلام وقت شما بخیر. یار هستین؟ شکر صحت خوبه تو؟ همیشه میت خندان باشی عزیزم. همیشه میت خندان هست شکر. خیر باشین. این کار از شما درست؟ بله. خیلی خوب. از صبح تا چند سودا کردی؟ 1000 2700 ام سودا کردیم. سودا کردین و از 3000 چقدر به شما مونده؟ شاید 400 500 میتونه. خیلی خوب. یعنی تا شما ادامه داره. تا دو به جا یک به جا هستیم. وسیله شما فکر کنم از شهر میگیریم. بله از اون فروشی ها میگیریم اینجا میاریم به خدمت مردم. تشکر. بیننده‌های عزیز همراه باشین و گفتیم که در گنج کرد هر نوع فعالیت اینجا میشه. ما قراره که گنج کرد همونطور زنده با شما به نمایش بگذاریم تا حس حاضر داشته باشیم که همین اکنون در گنج کرد ولسوالی گذره ولایت هرات حضور داریم. باز هم با کله های گوسفندا سر و کار خوردیم و با گوسفند آغاز کردیم. با گوسفند فکر کنم اختتامیه برنامه خودم میدیم و میریم طرف سمت دیگه. کاکا جان سلام. و علیکم السلام. وقت شما بخیر. اسم شریف؟ بسیر احمد. اینقدر کله که پیش شما هست خودی از کله چه کار میکنی؟ ساعت خود تیر میکنیم میفروشیم کلا. این کله رو به چند میدین؟ 2.5 ساعت 2 ساعت 3 ساعت. فقط یک کلر میدین یا نه پوچک هم داره؟ پوچک شکومی خود داره میگیم. هم پوچک هم شکومبه و همچنان چی؟ 4 پارچه شکومبه. خیلی خوب. شما از دیگران میخرین میفروشین؟ مسلخ میخریم بریم اینجا میفروشیم به مردم میدیم. خودی کله دیگه سر. 4 پارچه شکومبه علی رو. اونایی که میمونه رو اونا چیکار میکنین؟ خلاص میشه هم دیگه می تاقلی بعد خلاص میشه. از صبح تا چند دونه کله فروخت؟ از صبح 25 تا 25 تا کله. خیلی خوب. یعنی قراره که تا شام اینا رو خلاص ان شاء الله ان شاء الله. تیار باش. تشکر. بیننده‌های عزیز راه دور میریم تو از کجا میان کاکا جان؟ اینا را شهر میریم برو. شهر میارین. شما از کجا هستید؟ ما قیزون که ببین. خیلی خوب. تشکر بخیر باشید. تیار باشین خدا حافظ. همراهان عزیز و گرامی گنج کرد ولایت هرات ولسوالی گذره بود که به تصویر کشیدیم و قسمت های مختلفی گنج با مردمی و با فرهنگی و عنعناتی و چی فعالیت های در اینجا میشه به تصویر کشیدیم. امیدوارم که لذت برده باشین و خاطرات شما در اینجا تازه باشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به خداوند رحیم و کریم میسپارم. بدرود.